یکی از مهمترین سوالاتی که در مورد واقعه عاشورا مطرح میشه اینه که آیا چادر و محضر حضرت زینب و دختران امام حسین در عصر عاشورا به غارت رفته بود یا نه؟ در پاسخ به این سوال باید بگیم در بعضی از مقاتل مثل مسیر الاحسان، مثل لحوف سید ابن طاووس این بحث اومده که در عصر عاشورا هنگام حمله لشکریان عمر سعد به خیمه های اهل بیت چادر و محضر حضرت زینب و بعضی از دختران امام حسین به غارت رفت. اما این به غارت رفتن به معنای معاذالله برهنه شدن سر زنان اهل بیت نبود، چرا که حضرت زینب و دختران امام حسین علیه السلام به قدری رو حجاب خودشون حساس بودن که علاوه بر استفاده از چادر، از زیر چادر، از مگنعه، از پوشیه، از روبند و دیگر لباسهایی که خودشون رو بتونن در مقابل نامحرم پوشونده باشن استفاده می‌کردند. ثانیاً در هیچ یک از منابع روایی و تاریخی ما بحثی از برهنه بودن سر زنان اهل بیت علیهم السلام به میان نیامده، بلکه مرحوم شیخ صدوق در امالی آورده اهل بیت را به صورت متشفات الوجوه، یعنی با قیافه های باز، با صورت های باز وارد شهر شام کردند، به طوری که در معالی السبتین نوشته حضرت سکینه سلام الله علیها وقتی میخواست وارد مجلس یزید بشه سعی داشت با آستین خودش صورت خودشون رو بپوشونه. یعنی این نشون میده که چادر و معجری که به عنوان روبند و نقاب از آن زنان اهل بیت حضرت زینب و دختران امام حسین از آن استفاده میکردن به غارت رفته بود. پس نتیجتاً زنان اهل بیت و دختران امام حسین علیه السلام و حضرت زینب مکشوفت الوجوه بودن، یعنی فقط قیافه هاشون و صورت هاشون مشخص بود، نه اینکه سر زنان اهل بیت و دختران امام حسین و حضرت زینب معاذالله نمایان شده باشد، که البته این خود یکی از بزرگترین حرمت شکنی ها و جسارت ها نسبت به مخدرات اهل بیت علیهم السلام بود. النايحة علمتني ولمت المصايب وهي